Sebal. 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 کمی بچه‌تون رو میارم. تو چیکار میکنی در اینجا؟ من به تو نگفتم که من رو ناراحت نکن. آخر تو چرا قپم رو نمیفهمی؟ اما این خیلی نکو سیوال، این خیلی نکو سیوال. من بسیار تو رو دوست میدارم. انا من برای تو تحفه گرفتم. چه تحفه؟ چه تحفه؟ سپچکای کیلویی؟ تحفه از سرت مادر؟ این خیلی نمیشود، این خیلی نمیشود. من برای تو تحفه قیمت بها گرفتم که مناسبت آموزساز شود. تو تحفه رو گرفته در زمین پرداختی. تو همسری من هستی. چه همسر احمق. ما جدا شدیم، این رو به سر قصد جای کن. جدا شدیم. من تو رو دو طلاق کردم فهمیدی؟ فراموش مکن، یک طلاق دیگه موندگه. تو همسری من هستی. بکش خدا دیگه طلاق نمیکنی، فهمیدی؟ من وقتی لق کردن رو ندارم. چی گفت؟ لق گفت؟ من لق میکردم؟ خدا تو رو زبالیستان کسی بزنه خدا بزنه. دیگر با من رو برو نشم. مسجد هزاران بار شکر خدایا یافتنش آسان بده است. خدا از آن مردی که به من راه را نشان داد راضی باشد. مردی فریبگر منو فریب داد. مسجد در اینجا بوده است. میلش جماعت مرا انتظار است. بله محترم جماعت، بعضا در باره شخصی دوست داشتمون، شخصی که در جستجویش هستیم، دروغ هم باشد یکم خبرشو ندیم چیکارهای نمیکنیم. عیناً مانند حکایه‌ای که از این دفتر به شما میخوانم، گوش کنید. با مولانا درباره شمس تبریزی یک خبر دروغ آوردن. با آن شخص دروغگو مولانا طلا داد، در حالی که این آدم دروغ گفت. من این طلاها رو با او دادم. اگر او راست میگفت آنگاه من جانم رو میدادم. بله جماعت مسلمین، بعضا انسان برای به دوست داشتنش رسیدن چی کارهایی را انجام نمیدهد در این راه. وقتی او را یافتن او را آغوش گرفته تو رو یافتم گفتن نمیتواند. از همین سبب این دنیا دنیای امتحان است. جماعت گرامی این را فراموش نکنید. دیگر نیام میکشم، میفهمی؟ من گفتم باز میگم که تو همسری من هستی. تا آخری عمر همسری من هستی. یک طلاق دیگر مونده است، طلاقت نمیکنم. تو نمیفهمی ها؟ بسم الله الرحمن با خدا او رو کشتی. احمد جان خوب هستی؟ احمد جان زود رفته تاکسی رو من بیار. دریشم تو تاکسی بیابو. زود گفتم خیلی زود تاکسی رو بیار. تاکسی بیا یاردم که پرداری باش. زود با به مرخونه برای باش. بیا پردار. پردار نمیرسن. سلامت باش. ماشاءالله معلوم است که همه شب را خوب گذرانده است. چی کار میکنیم؟ همین خیلی خاموش میستیم. احمد جان از اونجا نمک رو دهید لطفاً. البته دکترم. مرحمت گیریم. تشکر احمد جان. در نبودن من یکون گپ شد.
ملیس جان قلنفور رو با من میدی؟ چی زیبا. تشکری زیاد. من امروز بسیار در هیجان هستم. یعنی امروز برایم روز اولی حیات نوام. از همین سبب سمی کاری نوت مبارک باشد پسرم. تشکری زیاد باشم عمل جان. تشکری زیاد برای کار. درا. سلام. او عزیزم خوش اومدی. خوش باشی. چرا آمدنت رو خبر نداری؟ سرپریز کردن نمیتوانم عزیزم. کرده میتوانی عزیزم. کار خوب شده است. وقتی آمدم به مرکز تشخیصی در اومدم نتیجه ها بر اومدند. یعنی اش دکتران برای صاحب کودک شدنمون یگان مانع نبودنش را گفتند. جانکم عزیزم. کمی دهانت رو کشو. انا همین خیر. سلام خانم دکتر. مرحمت دامولو. من برای تشخیص اومدم. دامولو اما من دکتری کودکان هستم. درست شما دکتری کودکانه بودید ها؟ هر انسان از دوران خردیش یک اون بیماری دارد ها؟ ندانم بیماری گل و غیره ها میگویند که از قدیم بودند. دامولو چگونه بیمار هستید؟ هیچ چیزی نیست خانم هیچ چیزی نیست دکتر شما کارتان را دوام دهید. ماشاءالله افتخارنامه ها را بین. خواهر عزیزم مگر تو اینقدر با سواد بودی دختر؟ جان من برای کار. روز بخیر. روز بخیر دامولو. روز بخیر مبارک. احوالتان خوب است؟ شما چی؟ من هم خوبم. با خدا خانم بیتل رو بسیار خوب با بوی رساندید. با آدم یاری میرساند. بسیار خرسند است. قلبی بسیار پاک دارد. دخترم خودش رو انکشاف داد دامولوزیو. من اونقدر یاری هم نکردم. نه این خیلی نگوید. معلوم است که در خیرخواهی به شما رفته است. تشکری زیاد. خدا راضی باشد دامولو. از شما هم. روزتان بخیر. روز شما هم بخیر بود. خواهر مرا یتیم و بی پرستار نگذاشته با وای رساندید کن. من هم شما را تنها نمیگذارم. اکنون آیله من شمایید. تا بازدید خواهرکم. بیا سمی. زورو جون کمی ناراحت میکنم اما امک اکرم زنگ زده گفت که با تو به خرید کنی رویم. معلوم امر از بالا. مایلش پس بعد از نصف روزی به جایی که خواهی میروی؟ مایلش من میبرایم در اونجا وا میخوریم ها؟ زورو جون از کجا برآمدین خرید کنی؟ نمیدونم بابایم خواست است. ها؟ خوبش من به دامولا زنگ زده میگوید بعد از آمدن سمی او تماما دیگر شده است. باز حالا گپ میزند جماعت میبیند اعتبارم پس میشود. آفرین زورو جون. بعد از اویلداریتون او رو همین خیلی پرسپوس کن. زود زنگ زن. زنگ نزنم. زورو جون زنگ میزنی؟ همین حالا زنگ زدن نمیخواهم. وقتی نماز است. ها؟ یکی اگر نمازشو برم. وقتی نماز است مگر؟ خیر زنگ زده از اون میپرسم تو هم همراه ما میروی ای بخیر؟ بیایم عجبو. بیا عزیزم آرام میشویم.
مایلش میرویم. احتیاط باش. برادر ها وضعیت امام وقت جونه اما بوشا طور تو چه خیلی گپ میزنی شوکت؟ هیچ چیز نمیفهمم. چی شد آخر؟ چه خیلی نمیفهمی مرا به بیمارخانه روان کردی گفتی رو وای رو بین کو با امام یگان چیز رخ داده است؟ نه هیچ چیز نشده است یعنی حاضر هیچ چیز نشده است جماعت گفته از بیمارخانه گریخته است یا توبه من نمیفهمم. یک امام دولت رو به چنین حال گرفتار کردیم. گناهش در گردن ته برادر من متاسکل های مویکه برام اصلاک دم açtım hozi burum zangıd mezan. استاد وقتی نماز خواندن تلفنت زنگ زنن جواب دهی نمازت بریده میشود مگر؟ البته بریده میشود. آن نماز نمیشود اجری. ای جماعت در وقت نماز تلفن هایتون رو خاموش کنید. آخر نماز میخوانیم یا موسیقی گوش میکنیم. ای بس آخرین خیلی نکنید. خیر لبای خانم زهرا دامولازیو انشالله که نمازتان را نبریدم گرچندی که وقتی نماز را دیده زنگ زده ایستادم. نه نبریدید. رحمت بسیار حرمت میکنید. ما بعد از نیز فیروزی با دوستانم به بازار میرویم. این را باید گفتم. سمی با شما میرود؟ بله من هم میآیم. در کجایید؟ ها مالش سمی برای زهرا رو تنها نگذاشتن تشکری زیاد. تو نمی اومدی من با این قدر دختران چیکار میکردم؟ تو چیکار کردنت رو خوب میدانی. خودت رو در اینجا نشان نده احمد. زهرا بین این رو بسنج با تو میزبد. در اصل این کرته با تو میزبد سمی احمق. بله زهرا از بینمون به تو بسیارتر میزبد. این کرته زیباتر است. آن بسیار کشود نیست مگر؟ به فکرم بسیار کشوده است زهرا جون. امی خیلی نه نمیشود به من نمیزبد. با فکرم با تو میزبد. تو چی میگویی دامولوزیا؟ با زهرا نمیزبد. با خدا کرته رو زهرا میپوشد. از همین سبب انتخاب او مهم است. گپ ما بیفایده است. امی خیلی سمی جون. زیا جان این چه خیلی است؟ به فکرم به تو میزبد. با فکری من دامولوزیا آن رو نمیپوشد و خیر میلش. نه من بیشتر کرته انتخاب میکنم از همین سبب. این در باشد انا اینش را انتخاب میکنیم. سمی جون این کرته ها از مد رفتند. از راستی؟ بله کرته هایی که در پایانشان خط دارن آنها حاضر در مد هستند. دامولوزیا مکان مود اینجاست. این مودها رو امسال خریداری میکنند. نه جناب این کرته های سال گذشته هستند. کرته های نو مال انا در آن طرف هستند. مرحمت میتوانید بینید. نمیخواهم. یک میسنجیدی. دامولا هم مودنی بود است که سامی هم خوب شرمنده شده. من نکنم با دامولوزیا شک شبهه ندارم. دامولوزیا لبای با من در انتخاب لباس کمک میکنید؟ خانم اینقدر وحیمه نکنید. من تنها مانند دیگران مودها رو پای میبرم. تمام اینش میزبد. کنی بینیم چی؟
خیر حاضر چیکار میکنیم؟ اول به کارخانه رفتن، بعد از اونجا به خونه می رویم. شب پا و یازده به خوراک شام خوری می آید. در اصل باید در کارخانه یک چند کارم رو حل کنم. بگو حال میکنی سمی. نمیشود این خیل، بعد مشکل میشود. این خیل میکنیم میلیس، من تو رو به خونه برده بعد به کارخانه رفته کارهایم رو حل میکنم. شب به خونه می آیم دخترها. اینطور باشد من هم با شما به کارخانه روم، هم یک قهوه می نوشم بعد با محله می روم. مرحمت. زهرا، این دامولو در حقیقت به سمی رشک دارد. دی یک لحظه شما رو تنها نمیگذارد. نه عزیزم، برای مردم محله غیبت نکنند گفته چنین میکند. عزیزم بسیار روزی خوب بود. برای همش تشکر. باز هم یک جایم می آیم ها؟ ولی دامولو با او بسیار مخول شد. یک گپ میگویم، در حقیقت دامولو زیو را از دست نده. بسیار شخصی زیبا است. او جنتلمنی حقیقی. هوشیار شو از دست نگیرد. خیر باش عزیزم. تو باشید. خوب بانید، تو بازدید. اینها هم مانند سمی از یک ساعت بزار شدن بزار. دامولو شب به خوراک شام خوری می آید. اپام و یزنا می آید. یک بار شناس می شوید. مایلش من کوشش میکنم. اما چی نکنید؟ خانم زهرا من باید زود روم، در محله مرا انتظارم. مایلش تو بازدید، مرحمت شما روید. مایلش. دامولو زیادلو؟ یا خدای توبه، این داملوزیان نیست مگر؟ ها او است. این داملوزیان مگر با این سمی احمق چی کار داشته باشه؟ او را به نزد من بیارید. مایل شکر. سمی اینجا بیا. اینجا بیا. تشکر. یا بسم الله. السلام علیکم اکا جان. تو با داملوزیا چی کار داری ها؟ باز از قفا یگان حیله دیگر رستی ها؟ نه اکا جان استغفرالله. داملوزیا دوستی بسیار نزدیک من است. تو کی هستی که داملوزیا با تو دوستی میکرده است؟ داملوزیا بسیار قلبی پاک دارد. کدام وقتی که مشکلی هم پیدا شود او دوستیش را از من کنده نمیکند. آن گپ در کجا بوده است؟ مسئله پول رو چیکار کردی؟ در بین یک چند روز حل میکنم. آفرین آفرین. گوش کن، مانند داملوزیا بسیار دوستی عزیز داشته ای. توبه کن، فند و فریب را از برای پول شده یک طرف گذار. کمی آدم شو، میفهمی؟ آدم برکم شو. خانم زهرا، داملوزیا برای ما بسیار یک شخص محترم و عزیز است. هر خطاگیی که با او کردیم و میکنیم خدا ما را میزند. خانم زهرا تو چی سفسته میگویی ها؟ من گپایم را گفتم که سفسته میگوید معلوم. این را فهمید بسیار خوب میشود. اکنون و هم باز گفتم مانم که تکلیفم را قبول کرده میتوانید. ای مردکی خوب به تو من چند بار نگویم ها؟ ها؟ خانم سیلین در این باره چی فکر دارد؟ او هم نمیگوید. خانم سیلین، این چقدر تصادفی زیبا. احوالتان چی خیر؟ تشکر زیاد. مرحمت. گوش که آرز، اگر اکای کنعان با این دختر دل بندد احوال ما بسیار بد می شود. گفتمانم بچه چینگیز کم کم با صبرمون جواب میداد. تو چی دم تا گرفته ای؟ خانم زهرا، تکلیفم را حالا هم قبول کرده میتوانید. فکر کنید.
رفته مکن. این دیوانه حالا هم میگوید که تکلیفم را قبول کن. چی شده استودسا؟ زورو جان اکنون بابا همان شناس شب مخیر در کجاست؟ می آید یزنه، او هم امشب می آید. بیاید، ما را سخت انتظار کرد. گفتگی برین سمی تبریک میگویم. در کارخانه زهرا به کار شروع کرده ای؟ ها همین خیل بسیار مجبور کردند. من انیق برگشتنی بودم، اما که اکرم و زهرا به این کار سبب شدند. اولی جناب کو؟ این چه خیلی گپی سرم؟ به زهرا هم یک شخص با اعتماد لازم بود، همینطور نه؟ رحمت. سردارم زهری تنه چه بخوردگیو لوین سردارم شوخیت کردم. آش شود آش شود. تو در اینجا چی میکوبی؟ مهمان آمده است، پس نزنید. با این یگان جای دید شیند. بیا دوستان بیا. خوش آمدید. تشکر زیاد. خوش آمدی. آیا میزنه کم خمی ترسم که اشتیای تو خانم سیلنچ خیل هستی؟ نمک؟ یگان کس از تو کمک خواست؟ قلنفور؟ با فکرم اب خودت گرمه پوفوش کنم به عقل. ولی به عقل نشونه میتوانی بیست. اونم چند وقت شد پرسیدنی بودم. شخصی که زهرا را از دست مافیا نجات داده بود وای سیاه بود کو چی بود؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه. تمام به سرم ناآمد. چی شد؟ او را دستگیر کردید؟ حالا نه جناب، اما در وقت کوتاه‌ترین دستگیر می‌کنم. اگر آن شخص را یابی به اینجا او را بیار. من به او باید رحمت گویم. نبیرم را نجات داد آخر. به او رحمت گفتنی هستم. خیر نباشد، خوراک ما را خوردیم، مزه دهانمان گشاده شد. پس قهری ها را آشتی می دارانیم. کنی قهری ها به اینجا بیایند، آنها خودشان می دانند. مرا انتظار نکنید، زود بیایید. شما هم نبیرم هم دخترانم می باشید. من 3 دختر دارم، هر سیاتون را دوست می دارم. من می خواهم شما یکدیگر را دوست دارید و احترام کنید. در یک خانه قهری بودن ناممکن است. حالا باشد یکدیگر را آغوش گرفته آشتی شوید. اما اگر شما آشتی نشوید
در دهانتان فراو جو میریزم. فهمون؟ دیگر در این خانه جنگ و قهریگی بودن نمیخواهم. تمام؟ تشکر زیاد. با خدا علمون کرده؟ مایلش نبود. خانم سلین شب نشینی با شما تنگی نکرد؟ حیات چقدر شیرین است. همین خیلی است؟ نه نیست. میگم همین شما در بین مردم زیاد خودکتونه تنها حس میکنید. چه خیلی است که می تنهایی رو از من ببرید؟ یعنی تو قرار داده ای شب تموم نشده همه گپ رو هم میگویی ها؟ نفهمیدم. بازم این رسم. این روزای گذشته این رسم از کجا با کجا آمد؟ او یک سرود است که رفتم دورانیم و باز آینده و روان په عیناً همین خیر است. ذوق سیاه این رسم رو با اینجا آورد. همه شما فکر میکنید که این رسم اکاونال پیدا کرد، نه که خطا میکنید. این رسم ذوق سیاه با اینجا آورد. تو چی میگویی ها؟ چی جناب؟ شما گپای ما را گوش میکردید؟ این رسم را کی یافت گفتی تو؟ رسم تمام. من یک آدم کسلی بیسوادم. ایدهانم هر خیل گپ میبرایم. کم کم پریپات که دارم. کاری که نشده از پیش خودم دروغ گفتن میگیرم. این حاضر دروغ گفتم بخدا. سردارم خسته طبقو بدبدیگو نکنن. سردارم خاموش لبند خاموش. اونال این پسر چی میگوید؟ جناب از سبب کی به سرین ضربه زدن چی گفتنش رو نمیدونم. در اصل ما چی کردیم؟ این رو چی؟ اونال گپ را تاب نده. بله جناب بله. رحمت کلام. امروز 3 چایلیک چای نوشید. بگذار نوشد. چی ضرر دارد؟ به فکر من زهرا داملوزیو رو دوست نمیدارد. این از کجا برآمد؟ با آدمی که دوستش نمیداری چرا ولادور میشوی؟ دخترم در این شبی تو چی میگویی؟ خدایا توبه. خانم سیوال آنها مثل لیلی و مجنون هستند. تنها من نمیگویم. تمام محله میگوید که به اون آدمی نقابدار علاقه دوستی داشته است. غیبت حرام است. من فکر نمی کنم که زهرا به دامولوزیا خیانت کند. او هم مانند شما زنی به ناموس است. از تو پرسیدیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ از اینجا رفت که پلیس رو جیغ میزنم. زود رو. نمیروم. خانم سیوال رو گفت. نشنیدی؟ نشنیدم. التماس شما کوردور نشوید. این دفعه عذر میپرسم خانم. از دوری نمیشنیده است. من از نزدیکی میپرسم. کو بیا چی گفتنی؟ بیا. شنیدی؟ روشکه میمون. باز جنگ؟ حاضر پلیس رو جیغ میزنم. اونال تو چقدر توانستی این را از ما پنهان کنی؟
ما گفتیم که دامادمان یادگاری آیلمان را یافته آورد و با آغوشش گرفتیم. تو ما را احمق کردی ها؟ حیف باد بر تو. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. جناب، در بین یک نافهمی بزرگ است. ما همش را فهمیدیم. متاسفانه کاش که هیچ چیز رو نمیفهمیدیم. زاغسیا مدام که رسم را آورد، از او بسیار آدمی خوب است و هم زهرا را نجات داد. اکنون او نجات دهنده عائله ما می باشد. اونل او را دستگیر نمی کنی، مرا شنیدی؟ بله جناب. خوب، یا اینکه اگر دستگیر کنی هم او را به نزد من میاری. قهرمانی من آخیر، سپر قهرمانم. دیدی سلیم، رسم را هم او یافته است. به خدا زورا جان بسیار حیران شدم. ای سلیم، دلم تک تک زده ایستاده است. چیکار میکنی؟ اینجا مکانی پدرت نیست که هر دفعه اومده مهمان ها رو ناراحت کنی. اپای مو برو یک طرف به کودک نفهمیده است. اینجا گیو این کارو نکنی. پسرم عقلم تو نکن. پس اول دست نرسان. زود رو از اینجا برای خودت. گوش کن، تو رو آخران دفعه آگاه میکنم. و این مکان کی وقتی که خواستی اومده نمیتوانی، فهمیدی؟ تو از اینجا برکت رو پراندی. در برکت رو تو کردگی و فهمیدی؟ چی گپ است اینجا؟ از برای تو شده مهمون ها دیگر به اینجا نمی آیند. تو دیگر به اینجا علاقه نداری. بین تو سوال دیگر چیزی نیست. تو میفهمی این رو؟ تو خودت کی هستی ها؟ موشی بیرون هستی اومده موشی دنو را پیش کردنی ها؟ فراموش نکن خانه تو در صغیر خانه است، فهمیدی؟ شخصی که با خواهر من این گپا رو میگوید از به دنیا آمدنش رو پشیمان میکنم. زود رو، زود از اینجا رو، نباشد تمام این محله رو جمع میکنم. تو رو خلاص کردن مشکل میشود، فهمیدی؟ بس از تکنون این را هم علکی نمیبخشی ها؟ بابا من هم نبین رو فهمیدم چیکار کنم. در تعجبم. من چند بار گفتم که از این آدم جدا شو. بین به سرمان چه آمد؟ بابا یک جان یک دقیقه مرا گوش کنید. یک جان با خدا شما خطا فهمیدید. بس وضعیت ما شما میفهمونم. دمت را گیر احمق، زود به بیرون برو. هیچ حیران نشدم. بس کن خاموش نیست. احمق، تو از من چی میخوایی؟ چی میخوایی احمق؟ چی میخوایی؟ صبرم نفسم گرفت به خدا. نفس نگیر احمق، نفس نگیر. احمق نفس که میگیری حیف است، حیف. ای احمق، مگر تو به حیات من یک قصد دارید؟ سردارم، من تنها به شما مهربانی میکنم. تو مرا محو کردی، مرا محو کردی. ممکن است روی تو زنم از من جدا شود. آن روزی که تو را شناختم لعنت باد. بله سردارم، اینطور باشد من از اینجا میرم. شما رو دیگر ناراحت نمیکنم. استعفا میدم. من با کار اول هم برمیگردم. خسته شدم.
چشم جوی کن. احمق با من نگر. اگر یک بار دیگر بینم که با خانم به تو ناحرمتی میکنی با خدا از به دنیا آمدنت پشیمان میکنم. فهمیدی احمق؟ تو چه خیلی دامولا هستی ها؟ دامولایی که زبان تو برین رو میفهمد. تمام فهمیدم. با اینجا دیگر نمیگویم. تمام از اینجا نابود شو. مایلش گم شو پیتوخ. دامولو لبای خانم سیول، اگر خطا هم فهمید به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت خانم. درباره دوستتون شفقت. بخیر است؟ یگان کار کرد؟ بله، دایم به مکانی ما اومده بسیار نزدیک میشود و زبانی خوب میفهمونم اما نمیفهمد. بینید خانم سیول، پیشتر هم به شما گفته بودم شوکت بسیار پسر خوب، قلبش پاک است. اما شما اگر ناراحت شده باشید من با او گپ میزنم. تشکر زیاد. اوه شوکت، تو مرا نزد مردم شرمنده میکنی. شبتان خوش. برای همه این نافهمی ها بسیار عذر میپرسم. گپ های فچ و بیمعنی به ما در کار نیست جناب کمیسر اونال. ما فهمیدگی ما رو فهمیدیم. خیر میلش. شبهای خوش بابا جان، غمگین نشوید. دخترم تو غمگین نشو، من هم غمگین نمیشوم. نمیارزد باز بسر این دختر چا میاری اونن ها؟ این گوشا باز چا میشنوند ها؟ هیچگاه من قصدن اویلم رو غمگین نکردم. باز چی خیل غمگین میکنی ها؟ چی قدری که توانستی غمگین کردی باز چی قدر دیگر غمگین میکنی؟ شب خوش عزیزم. شبهای خوش. حال تو دهانم از غم خشک شده. این آدم من را میکشد. این آدم قاتل من میشود. بابا جان لطفا خودتون رو غمگین نکنید. آدم به ما دروغ گفته است. ما باشیم او را یک قهرمان دانستیم. خیر معلش حقیقت کار را فهمیدیم اکنون چی کار کنیم بابا جان؟ کار شده از علاقه. لطفا کمی آروم شوید. شیم برادر چوی دیونه اشته نکی. شوکت زود خیز میروی. برادرم من میگم چوی گیزده شده بیا بنوشیم، تو میگی خیز رفتیم از اینجا. شوکت با تو گفتم خیز رفتیم. خیز زود باش. اپا ای 20 درم اگرین 80 درم سر میارم. کلاس باشی در دوست زده؟ با تو میگم شوکت دیگر با مغازه شیرینی ها نمیروی. فهمیدی؟ از پشت تو نمیقی احمق با اونجا چسبیده از برادر. فهمیدی؟ چیت میفوره تو دا فرقش چیه؟ میگویم که خواهرم در آنجاست. تمام. نمیخواهم که نمیک با خواهرم یگان ضرر رسانه. ای آخر علاوه بر این از پشت تو آن احمق هر روز مشکلی میکنه. نمیفهمی؟ آخر برادر چرا از سیوال دست نمیکشه؟ دختر تو رو نمیخواهد. نمیفهمی؟ یعنی آن دختر از بالای تو با من شکایت کرد. سیوال شکایت کرد؟ ها سیوال تو رو نمیخواهد. نفهمیدی آخر؟ او کی رو دوست میداره؟ شوکت کسی رو دوست دارد با ما چی؟ من میدونم او کی رو دوست میدارد. از روز اول سیوال به تو چخیل نگاه کرد میدونم. به خدا که کاری تو هم بسیار مشکل است. از یک طرف زورو از یک طرف سیوال آشوا. ای شوکت تو چی گفتمت رو میدونی؟ من زهرا رو دوست میدارم. مگر خبر نداری که سیوال خاله بیتول است؟ تو چخیل گپ زده شده یا؟ این کارت عیب است. آخر حیف بود. مایلش برادر من یک بچه بیناموس. حیف بود بر من حیف بود. وقتی که تو دوست داشتی بیناموس نه. وقتی که من دوست داشتم بیناموس ها؟ مایلش برادر خدا نگهبانت باشد. من از اینجا میروم باز تو رو شرمنده نکنم. ای احمق سرسده نگو. گم شه. استاد یک سوال. هجری سوال نپرس. از پایم بیرون غضبم رو از تو میبرارم وزیر. یا خدای توبه. بخشش استاد. آه هجری آه چرا تو سرت رو پیش هر کس خم میکنی؟ گمش که دیگه نپرسه ولی میادم. حالا گپ میزنی ها؟ دامولوزیو لبا خانم بیتول چی گپ؟
شما چه خیلی دومولوید من نمیفهمم. کمی پیش به نمی گپ‌های ناجا گفتید، حقارت کردید، او را در بین محل لطو کوب کردید. حالا باشد که هجری از همه آدمی که قلبش پاک است رنجانده روان کردید. شخصی که یک سوال دارم میگوید شما چه خیلی رفتار میکنید؟ این چه خیلی اخلاق است؟ گوش کنید، پیامبرمون میفرماید که با دشمنت هم معامله خوب داشته باشی. شما باشه چیکار کرده ایستاده اید؟ مگر این برای شما میزیبد؟ مرا فهمیدید؟ چی گفتی؟ من با کی گپ زده ایستادم؟ شما مرا شنیدید؟ چیزی گفته باشه درست میگوید. حق هستید خانم بتول، درست است. راستش را گویم من در حیاتم مثل شما دومولو ندیدم و نشنیدم. به خدا من هم در حیاتم مثل دومولو را ندیدم نشنیدم. گپ زنیش را بینیده؟ من تا حال چون این دومولو را ندیدم و نشنیدم. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalırını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? وای وای هجری چی استعداد زیبا داشته ای پسرم. بسیار خوب خوندی این نعت رو. استاد من با شما قهریم، مرا خفه کردید. استغفرالله، تو خفه نشو، ناراحت کردم. استاد من شما رو بسیار ناراحت کردم، حقتون را حلال کنید. هیچ گپ نیست هجری جان، چرا ناراحت شوم؟ وظیفه تو سوال پرسیدن، کار من باشد با سوال ها جواب دادن. همه ما وظیفه داریم اخی. کنی پرس چی پرسیدنی بودی؟ نه استاد من هیچ چیز پرسیدنی نبودم. نه استاد. ایده وای کنی پرس سوالت رو؟ نه استاد نه نمیپرسم. پرس بخدا نمیپرسم استاد. مایلش نپرس، رفتیم. استاد مایلش خیر یک سوال میپرسم استاد. استاد همین با زبان روسی گپ زدن مگر گناه است یا اینکه نه؟ کنش نه گناه. زاغ سیاه این زاغ سیاهش کیست؟ من مراق کردم. نه آخر دویم نامش رو میشنویم. کی میشد؟ عاشق زهرا. هم زهرا رو از دستی مافیا نجات داد و هم رسمی از مادرش مانده رو یافته آورد. شخصی که عاشق نیست مگر این رو کرده میتواند؟ بس است. تو چی گفتنت را خوب بدان. تو چی گفتنت را میدانی ها؟ فرخ بگو دم شگیرد. تولی این رو تصیح کنم بس که واهیمه کنی را. مگر من واهیمه میکنم ها؟ واهیمه نیست. من یگون چیز نمیگویم. تمامی محله این گپ رو گپ میزند. هیچ کس حالا گپ نزده است. خیر چرا من میشنوم؟ مادامی که میشنوید چرا این رو این کار نمیکنید ها؟
من بازی آیله دار میشوم و شما این را میدانید و دیده دانسته این خیلی میگویید. تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد. من زیا را دوست میدارم. کسانی که این را برداشت کردن نمیتوانند تهمت نکنند. بس است، بس گفتم. در این خانه غوغا و جنجال تماما نمیخواهم. مرا فهمیدید؟ زهرا، هفته دیگر تو باز زیاد توی میکنی. مرا فهمیدی؟ این خیل دوام کند دهان این خیل تهمتشا خاموش نمیستد. میلش بابا جان. با میلش گفتن نمیشد. زیارا فریاد کن، با او گپ دارم. یک لحظه، تو چقدر امشب مرا شرمنده کردی اونال. در نزد همه شرمنده شدم. آخر عزیزم. خب اونال گپ نزن. حقیقت رو با من میگفتی چی میشد؟ از این بدتر میشد مگر؟ عزیزم گوش کن، در حقیقت چه خیلی که تو فکر میکنی این خیل نیست. در اونجا نگذاشت که فهمونم عاقبتم این خیل شد. این زاغ سیاه کیست؟ این زاغ سیاه کیست؟ این زاغ سیاه کلتکلاس. چی؟ کلتکلاس؟ باز کلتکلاس؟ حالا هم همین کلتکلاس ها؟ نمورده است. وای نمورده است. من چی کار کنم؟ گناه من چی؟ اونال به خونه نمیده روی. رو در کارخانت خواب رو دفت شو. بله. اکرم خیر است شوکت. برادر من در حیات تو شخص زیادتی هم. دویم رو میگویی که انا اکنون میرم تمام از خفای زندگی هم میشوم. تو هم از خفای زندگی شو. شوکت اکرم راست شو سر ویران کردی نکی. این خیلی سفسطه نگوی. اینجا شین. گوش کن برادرم، با هیچ کجا نمیره میلش، چون که تو برادری من هستی. فهمیدی؟ با من نگاه کن، با من نمیگذارم تو رو با هیچ کجا نمیره میلش. برادر گپ‌هایی که تو گفتی عزیزونی آدم میزند و اوسو میبروید. من هم اونقدر بیناموس نیستم. خیر میلش، عذر میپرسم، اما ما یک دیگرمان رو این خیل گپ‌های وزنین هم گوییم. در حیات ما این خیل برآمده رفتن نیست. اگر تو رو رنجانده باشم در حقیقت خفه نشو. بسیار روزهای وزنین رو پس سر کرده ایستاده ما خیر. اگر تو هم رو پرتوفته رفتنی باشه بیرو، با هیچ کجا نمیروی. فهمیدی؟ خفه نشو. تو هم مرا ببخش برادر. مایلش برادر. اینش چیه؟ کنی زود این رو جمع کن، چشمم نبیند عصبم بیرون میشود. حالا که کمیسر اونال نیست، رفته احمق اکرم رو دیده بیایم. تو باشی یک چوی گذار اومده می نوشه. میلش؟ دومولو من هم نو شما رو جیغ زدنی بودم. آقای اکرم شما رو انتظار است. بخیر است؟ آخی رسم مادری زهرا رو کمیسر اونال یافته است. گفته بسیار خرسند شده بودیم کو. خیر؟ اون رو کمیسر اونال نیافته است. زاغ سیاه یافته است. یا ولو به سرمون آمد. عجب به سرمون چی می آمده باشد؟ این آقای اکرم باز حالا نگوید که تو در کار نیستی، زهرا رو به زاغ سیاه آیله دار میکن. مرحمت. شام بخیر. شب بخیر. اینجا گذر دامولا. با تو یک خبری خوش دارم. بله جناب، این خبر خوش چی بوده است؟ آخرین هفته توی میکنیم. دیدم شما سراسی من نیستید. زود قرار توی کردن را گرفتیم. چند هفته شد میگویم که تاریخ توی را گویید. از شما یگان صدایی نیست. این هفته توی داریم. یگان ناراضگی نمیخواهم. تیاری ها را زود سر کنید. بله جناب، چه که میخواهید؟ بله، توی میکنیم. یک توی با دبدبه میکنیم.
хунук хурда бемор шаваму аз фотиҳа карда наҷот ёбам гӯӣ агар бемор шудан бисёр фикри хуб нест. дер ба ё зуд ҳамаи духтар шавҳар мекунад. ба фикрам дилакат он қадар намекашад. не аллакай вақташ омадааст. пас чаро ғамгине? яъне бо домуло зиё фотиҳа мешавӣ, бо шахсе ки дӯсташ медорӣ ягон мушкиле дорӣ? ягон мушкиле надорам самиҷон. ғайр аз ин ғамгин ҳам нестам. танҳо аз ҳодисаи дар бегоҳ рух дода нороҳат шудам, ҳамин қадар. агар ин духтар домуло зиёро дӯст надорад, пас чаро қарори оиладоршавиро гирифт? чӣ мақсад дорад? ман нафаҳмидам. салом. биё зиё. аҳа, салом. ҳаво хунук аст. дар ин ҳаво берун намебаронади зӯҳро. дар куҷоед шумо? чанд вақт шуд шуморо мекобам. ҳозир доим барбабаред. чашм нарасад. чӣ зебо, монанди рӯзҳои пешин. ман ба берун баромада будам. самӣ ҳам ба берун баромадааст. дар як ҷо ҳастем ку милисҷон. аз ҳамин сабаб дар боғча рӯйбарӯ шудем. аҷоиб аст не? яъне гузаштаро ёд намекунем. чаро нотоб шудӣ зӯҳроҷон? не охир чаро барои инро шарҳ додан худро маҷбур ҳис мекунӣ? зӯҳро туро бозоғи сиё фиреб дорад домуло зиё. ҳоло ту хуб рав. боз чӣ фикр дошта бошад ин рӯбоҳ башара? самиҷон биё ба хона дароем. инҷо бисёр хунук шуд. ҳам арӯсу шаҳи оянда мехоҳанд танҳо монанд. ҳа чаро не? шабҳои хуш. ба фикри ман дар хунакӣ бисёр наистем. шаби хуш. шаби хуш. зеботарин ноҳияи тоҷикистон абача ноҳияи дарвоза ёхи эрутон сиёқати ҳамис канворди сохтагитона ку ин сами аст ку ҳамин хел бадаш мебинам ки худамро барои сару бинияшро шикастам ба зур медодам. бародар ҳамин гап ҳам мегӯӣ чӣ кораш намекунӣ? бира би охи берӯ асту берӯ гапҳояш одамро суроқ карда бигзор мегузарад. ин хел бошад ё худоя ту воҳима наку бародар. охир дар натиҷа ту бо зӯҳро туй мекунӣ. бигзор карна ангира чӣ коре мекунад? ё худои тавба хайр бо зӯҳро никоҳ мекунам чӣ мешавад? духтар зоғи сиёҳро дӯст медорад. обо бародар зоғи сиёҳ ту ҳасти охир боз ҳамин хел мегӯӣ? ҳа он зоғи сиёҳ манам, аммо духтар инро намедонад. инро бинед ин гаштаву баргашта боз мавзӯъро тоб дода ба ин масъала бармегардад. зоғи сиёҳ ту ҳастӣ. шавкат духтар маро дӯст намедорад. вақти даст ба даст шудамон ягон чиз ҳис намекунад. охир биё моне як коре карда ӯро аз зоғи сиёҳ дур карданамон лозим. рафта бо дасти худам ба ӯ ошиқ кардам духтарро. бародар ба ту як маслиҳати бародарона медиҳам. ба назди духтар рафта мегӯӣ майне миз домула сиёҳ I love you зӯҳро. ту ҳам даматро гир. забони англисиро монанди кӯдакон медонӣ, боз маро масхара карда истодаӣ. зоғи сиёҳ خوب شد که آمدید. من هم شما را بسیار دیدن میخواستم. رسم مادرم را شما یافته بودید. بسیار منت دارم رحمتی کلان. خانم زهرا من اینجا برای رفتنم را خبر دادن آمدم. نفهمیدم. از اینجا ها می روم. با کجا می روید؟ چرا می روید؟ گوش کنید. با کجا می روید؟ نروید لطفا. تا اونه که شما را در اطرافم می بینم خودم را در بی‌خطری حس می کنم. خانم زهرا با فکر من شما با نزدیکی نگاه می شوید. وضعیت رو وزن‌تر نکنید. یک دقیقه ما این قرار رو 9 ساعت پیش دادیم. شما از کجا می دانید که من توی می شوم؟ احمق نافهم. از کجا دانستن من شرط نیست. در نتیجه شما را فتح کردم. روز توی می شوید. خودتان گفتید. اما وضعیت خیلی که شما می دانید این خیلی نیست. لطفاً خانم زهرا وضعیت رو هم برای خودتون و هم برای من مشکل تر نکنید. من با فتح شده دیگر کس این خیل با خوردنی ها رو زیبانده نمیدانم. مرا از زندگیتون بیرون کنید. دیگر من به اینجا نمی آیم. با داملا زیا آیله دار شوید. او بسیار آدم خوب است. او را دوست دارید.
و دوستداری ارزنده است. ایست نرم زاغ سیاه نرم ایست نرم خویش میکنم. مرا تنها نگذار، همش را به تو میفهمونم. سلامش خوبه. چو کری سر مرا گفتی؟ گفتی سر نمیتونه گفتم تولخونه بریم. چیجی بود؟ اویلم تولخونه برام گفتم. حامله مبارک شما. خوبی؟ خدا مبارک. خیلی چی رو با تابودی خیره؟ تابون؟ آخی وقتی که هم اویلم یک ماشین گفتم بردم کو با تولخونه را. خب هم وقتی دپش تولخونه فرو اومده هم بگذاریم راه گفتم که یک پشکی سیاه پیش ما گذاشت. سیاه بود؟ سوپ سیاه بود. را گوش کن تو همین وقتی که پیشک سیاه میگذاره که اوخه خاصیت خوب نداره، میدونی امیره؟ نه همون بچه چی گفتن؟ بچه دختره؟ بچه گفتن. بچه؟ اگر بچه باشه سب سیاه تولد میشوه. هم پیشک سیاه گذاره همین که میشه. امیره گفته بودم. گفتن ها؟ وقت من فهمیده بودم امیره. انا باور نکنی را مصفید پدر تا پرسه. یا پدر ما پرسم؟ یا پرسه. اوخه پیری کارانو اوخه. ساده. دختر بای مردی. حالا یلک من نصیب باشم. شفتشون؟ نه. این راکی نمیخونه تا نمازه رو میخونه. بیا جولا خان بیا بچه بیا. سلام علیکم. علیکم سلام. لازم و چه سازن چیزی کارو سازن. میشه خلاف آمد باشم. اویلا تا دکتر خانه بود. بردم. همین شب خواب نبود تنفی. خیلی خدا آتیه ساخت سلامت سبور شما. نمیردار شما مکا. یک هم یک چیزی کم کده. چی؟ همون وقت هم کلین تا بردن دکو همون چی ده خیلی تولد خونه ده هم ماشین فرو آمدیم. نه ماشین یک هم پشکی سوپ سیاه از پیشمون گذاشت. بچه کنه خیلی هم هر گپ میگه اوخی. چی؟ همون پشکی سیاه همون گذاشتن داد این خاصیت خوب نداشته خودتا. چی داره؟ اوخی هم میگه که کودکت سوپ سیاه میاد. ساده جورا. اوخی راست نمیگه دلم طاقت نکرد. من کافر ما یکی پرسم. کافر؟ همون وقتی که همین جورا خان در قدرت بود کو تولد نشده بود. رادام مرده بود اون در خاطر تفتم. میگم همون وقت با پیش مال یکم خر نگذاشته بود. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت رو پخش نمایید. بی تو من مانده شدم خیز بیا از همه رانده شدم خیز بیا بی تو من مانده شدم خیز وازا بغم کلا کردی مرا طفل بودم راه روان کردی مرا پیشم بیا بی بهانه با من از برای با تو بودن از همه دنیا گذشته
انگایی سری نابر سیلا بردای تقدیر یار نقابه هرگز نبخشم آبانو گلی نازی چشو خود دل نوازی آبانو ای عزیز و شیرین ای ماه و پروین چه خاطر افتی من سر دو